سلام دوستان، امروز میخوام با هم دیگه خامه شکلاتی درست کنیم. کنیچیوا که ایشونی چوکولو نمکوریم تکوریتای تومویماس. مواد لازمه زایرو و نمکوریم 200 cc، خامه 200 cc،板チョコ75 g。今回私は明治のチョコを使ってます。ショコラテタフテ75 g 発生。ココアパウダー 20 g، گرد کاکائو 20 g، شکر این دفعه من 60 g استفاده میکنم، مقدارش دلخواه هستش و بین 40 تا 60 g اگه دوست داشت انتخاب کنید. 砂糖は今回は 60 g 使ってます。でも40 g から60 g まで好きな甘さにどうぞ。今回は板チョコをこうやって刻んでます。ショコラテもاینجوری خوردش کردم. 鍋にお湯を沸騰してます。そして板チョコを一旦溶けます。و قابلمه آب رو گذاشتم گرم شده و شکلات رو میذارم توش و آبش میکنم. من یکم وانیل استفاده میکنم. 今回ちょっと少しバニラエッセンスも使います。خب حالا میریم که درست کنیم.じゃあ作りに行きましょう。آب جوش گذاشتم، داغ شده و شکلات رو میذارم توش و هم میذارم تا آب بشه. お湯を沸騰して温めてます。そこにチョコを入れて混ぜます。溶けるまで。زیادی که آب بشه حالت مزه شکلات بودنش از بین میره. زیادی هم نباید آب بشه. よく溶けすぎるとチョコレートの風味がなくなっちゃうので、あまり溶かせないようにしてください。به این حالت که دونه های شکلات از بین میره. チョコのつぶつぶさがなくなる、こんな感じでなくなるまで溶かします。حالا اینو از آب داغ درش میاریم. お湯から出します。بهش کم کم خامه اضافه میکنیم. 少しずつ生クリーム入れて混ぜます。تقریبا تا این حد از چیز استفاده میکنم من. همزن برقی. このぐらいで後でハンドミキサー使います。در اینجا من به شکرم اضافه میکنم و یه ذرم بهش وانیل اضافه میکنم. お砂糖とバニラを入れます。そして今回私2個生クリーム 400cc 使います。این دفعه من 2 تا بسته 400cc استفاده میکنم و بهش کاکائو اضافه میکنم. ココアのパウダー必ず粗くね、حتما絶対振ってくださいね。粗くね。از این به بعد با همزن برقی هم میزنم. هاند میکسر ده混ぜます. بعد از که یکم هم زدم و قشنگ اینجوری به هم خورد، در آب یخ همش میزنم. کوریちょっと混ぜてから混ざって後に氷水で続きを混ぜます。この辺で一回甘さを確認してください。チョコの甘さとかココアの甘さ、ココアの苦味とかいろいろあるので、もし足りなかったらこの辺で砂糖増やしてもいいです。این قسمت در این مرحله شما یکم شیرینیش رو بچشین، چون بستگی به شیرینی شکلاتتون یا کاکائویی که میریزین شیرینیش فرق میکنه. یه بسنجی اگر که کم بود میتونین همین الان بهش باز شکر اضافه کنین. خب تا این حد که اینو بلند کردیم دیگه نمیریزه. شکلات خامه ما آماده است تا این حد. このぐらいで生クリームが落ちなければ出来上がります。生クリーム出来上がりました。خامه ما آماده شد.
خب خامه شکلاتی ما آماده شد. チョコの生クリーム出来上がりました。خامه شکلاتی ما آماده شد. チョコの生クリーム出来上がりました。ココアのパウダーの量は生クリームの色に関係してます。少なめに入れるとちょっと薄茶色くなります。そして 20g 入れるとこの色になります。پودر کاکائویی که میریزی به رنگ خاممون ربط داره. اگر کم بریزیم قهوه کم رنگ میشه و 20 گرم بریزیم به این رنگ در میاد. امیدوارم که شما هم درست کنید و میل بفرمایید. ぜひ作ってみてください。